سلام. نمیدونم دقیق این ویدیو چه شکلی در میاد، ولی کلا از تایمی که من دیگه کنکور عملیمو دادم تقریبا 1.5 هفته میگذره و تقریبا میشه گفت شهری و بر من دیگه تازه تابستون شروع شد. بر همین این چند وقت کلا رفتم، نمیدونم، یه شب رفتم لباس خریدم، امشب رفتم با دوستم یه جا جدید، یعنی یه کافه‌ای که خیلی دوست داریم، یه شعبه جدید وا کرده بود، رفتیم اونجا، خیلی خوب بود. حالا یه ذره شلوغ بود ولی کلا چون حالا جدید وا شده بود شلوغ شده بود، برای همین مثلا رفتم امشب اونجا. کلا این مدت دارم جای جدید رو خیلی میرم، یعنی از اون نقطه امنم دارم یه ذره خارج میشم و خیلی دوست دارم کلا این اتفاقات، چون چند وقت بود که می‌خواستم برم جای جدید. کلا همیشه یه گاردی دارم نسبت به کارهای جدید یا جاهای جدید، آدمای جدید اینا، ولی خیلی از اونور دوست دارم کلا با آدم‌ها ارتباط بگیرم و اینا. آره خلاصه این توی این 1-2 هفته خیلی این کارو کردم، یعنی 2-3 جای جدید رفتم، نمیدونم اینا. ولی الان کلا تیکه هایی که کلا میشه گفت تابستون من شروع شده رو میخوام الان بذارم که احتمالاً بعد اینجا ببینید. نمیدونم رفتم لباس خریدم، نمیدونم رفتیم با دوستم کافه، کتاب خوندن، نمیدونم خیلی چیزا و همین دیگه. اینم از تابستون من، یعنی تابستون من کلا فکر کنم امسال 1-2-3 هفته باید باشه، 1 یا 2 هفته کلا نهایتش. و اینکه من یه مسافرت هم دارم، یعنی پس فردا میخوام من مسافرت که اون حالا ولاگش جداه، حالا گفتم که بدونین همین. Can't get you out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. دارم میرم اون رستوران هم زیبا، رستوران با این فرشیانه و همین دیگه اسنپ گرفتم void inside, but now I've realized you are what I needed this whole time. I've been around. ای قربان ترسید از ابعادت. یه چیز بگم، این ویدیو رو دارم میگم واسه اون کسی که بود دهتا شاید نذارم، واسه اون کسی که تو چنل برام نوشته بود با امیر دوستت ویدیو بگیر. بعد دوست برسه Something about you makes me wanna be with you for a long time. که برم بگردم زره. من آمدم لباس بخرم، خیلی خوشگله ترش، نمیدونم بگیرمش یا نه. اینم هست، نمیدونم صورت اون تر یا این تر، البته پشتش خیلی خوشگله، اون جلوش خوشگله بود، این پشتش نمیدونم. اینم هست که نمیدونم، هم خیلی باحال، ولی خواستم با اونا فرق داره، اون پیرنه اونا تیشرت، ولی دوتاشو خیلی دوستم، خیلی خوشگل. کفشام البته خیلی خوشگل. دارم آماده میشم برم بیرون، یعنی آماده شدم که برم بیرون، منتظرم که یه ذره گوشیم شارژ شه بعد برم. I'll be here in the morning, you turn away. Tug on the sheets, pull on my waist. And I'll be here in the morning, warm and blue. Open the blinds, let the sun shine. Easy, babe. Don't worry, my darling. In the morning,
رسیدم خونه. اینکه باید دیگه وسایلم جمع کنم، میخوام مسافرت. اون دیگه فکر کنم چه ولاگ بعد. اینم معلوم نیست چم چه تیکه تیکه گرفتم. ولاگ نیست، کلا روزایی که تو تابستون داره میگذره. و یه چیز دیگه این که خیلی 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 ممنونن که واقعا یه سری ها هستن که برام کامنت میذارن. نه کلا خیلی بهم انرژی میده که میبینم یه سری ها واقعا دوست دارن. چون من اگه ویدیو اول چنلمون دیده باشین اونجا میگم که انگار همیشه یه دلیلا برای شروع نکردن یوتیوب این بود که کلا کی میاد واقعا ویدیو من رو ببینه، یا مثلا شاید آدم خوششون نیاد. ولی واقعا این کامنت ها خیلی بهم انرژی میده و واقعا خیلی 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 خوشحالم و خیلی انرژی میگیرم بابتش که ای ویدیو بذارم و ان شاء الله که ویدیو از این به بعد خیلی الان تا الان که فعلا تو سرم هفته دوباره که دوشنبه ها و پنجشنبه هاست که پنجشنبه ها همیشه بوده. حالا دوشنبه ها اضافه شده، 2 هفته هستم دوشنبه ها ویدیو میذارم و پنجشنبه ها که دیگه همین دیگه خیلی خیلی دوست دارم که دیلی کنم، ولی حالا مونده تا دیلی شدن فعلا. بای. ها راستی چنلم هم اگه جدیدین ساب کنین، نمیدونم لایک کنین، کامنت بذارین، خیلی خوبه. و همین دیگه اینا به من And we'll dance with the dark nights, chasing the stars, drink all the wine and